فصلی هست در کتب اهل سنت به عنوان مهدی در اسلام. این قسمت رو با شیعیان هم نظرند که شخصی به نام مهدی میاد زمین رو پر از عدل و داد میکنه هنگامی که از ظلم و جور پر شده. این تحقیق بر اساس دو کتاب مهم 12 جانشین نوشته آقای غلام حسین زینعلی و حدیث خلفای اثنا عشر و امامت اهل بیت نوشته شده توسط آقای کریم مؤمنی هست. هم امام علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه و وصی مشخص شده، هم معاویه ابن ابی سفیان، و این دو وصی با هم دیگه جنگ داشتن. از زمان آخرین خلیفه عباسی تا زمانی که خلفایشون در قاهره، اهل سنت خلیفه نداره. اگر توی نصف روز شخصی فوت بکنه، خب بدون خلیفه فوت کرده و کل امت اسلامی یه خلایی داشتن به نام که ما خلیفه نداریم. این شخصی که الان به مرگ جاهلی مرده، فردای قیامت باید مثلا جواب رسول خدا رو چی بده؟ خب این یزید ابن معاویه نوه پیامبر اسلام رو به قتل رسوند و خانوادگی رو خب به اسارت برد. این ولید ابن عبدالملک قرآن رو گذاشته و تیرباران کرده. قومش و قبیلهش با پیامبر عداوت سنگینی داره، ولی در این حال از اون قوم شخص خلیفه شده. حدیث خلفای اثنا عشر از جمله احادیثی است که توسط دو مذهب اصلی مسلمانان یعنی شیعیان و اهل سنت مورد اتفاق. اینجا از کلمه خلیفه برای قرآن و اطرت استفاده شده، یعنی هم قرآن بعد از پیامبر خلیفه است و هم اهل بیت پیامبر بعد از پیامبر خلیفه اند. سیوطی عبارتی داره میگه اما 2 نفر دیگر باقی ماندند که باید منتظر آن بمانند.